در ماه ششم حامله‌داری الیشبه، خدا فرشته جبرائیل را به شهر ناصره ولایت جلیل فرستاد. او به نزد مریم نام دختری آمد. مریم نامزد یوسف، یک مرد از اولاد شاه داوود بود. فرشته پیش مریم آمده گفت: سلام ای پسندیده خدا، خداوند با توست. مریم از این سخنان فرشته سخت در حیرت افتاده خود به خود فکر میکرد که معنای این سلام چی باشد. فرشته باشد به او گفت: نترس مریم، زیرا تو به خدا پسند آمدی. تو حامله دار شده پسر تولد میکنی و نامش را عیسی میگذاری.